درود بر شما عزیزان. من مهروز سوزان هستم، مربی یوگا و EFT پرکتیشنر از EFT اینترنشنال انگلیس در آلمان. امروز میخوام براتون کمی در واقع راجع به احساساتی که این روزها همه باهاش درگیر هستیم صحبت بکنم، به واسطه جلساتی که چه به صورت فردی، جلسات فردی که دارم و چه به صورت جلسات گروهی و حمایتی در این روزها، به خصوص برای تمام ایرانی‌های خارج از ایران، به دلیل اینکه خب ارتباطی نیست اصلا با عزیزان داخل ایران در روزهای پایانی سال ایرانی در ماه اسفند و به واسطه شرایط جنگی که در کشور ما هستش و همه ما که به خصوص در خارج از ایران هستیم پر از التهاب و نگرانی و تنش و اضطرابیم و این حالت میتونه شرایط بسیار سختی رو برای ما به وجود بیاره، از لحاظ ذهنی، از لحاظ و انعکاس اون در بدنمون. این تنش ها رو تجربه میکنیم. شاید خیلی از شما راجع به وضعیت جنگ گریز و فریز شنیده باشین، مطالعه کرده باشین، به دلیل اینکه خب این روزها انقدر این اطلاعات به طور گسترده داده میشه، اکثرا ممکنه بدونن و کسانی که حالا با من آشنا باشن توی پیجم راجع به این مسئله، راجع به این مورد وضعیت جنگ و گریز و فریز توضیحاتی دادم. حالا به صورت کوتاه میگم که در واقع وظیفه مغز ما حفاظت و حفظ بقا و زنده موندنه و هر کاری میکنه برای اینکه در واقع ما زنده بمونیم. حالا چه بسا اینکه این وضعیت ترس و نگرانی باشه که بدن ما رو به صورت آماده باش نگه داره برای هر خطری که در جریانه. و خیلی اوقات مثل وضعیتی که الان ما درش هستیم، چون هیچ خبری از کشورمون، عزیزانمون نداریم و به سختی میتونیم از اونها پیامی بگیریم یا ارتباطی داشته باشیم، تمام مدت و به خصوص با دیدن اخبار میتونه این وضعیت شدت بیشتری بگیره. اخبار مختلفی که در اینترنت، در فضای مجازی باهاش در هر روز اونها رو میبینیم، میشنویم، دائما وضعیت ذهنی ما در این حالت جنگ، گریز و فریز هستش و به محض اینکه خب اون اخبار رو میشنویم، سناریوهای مختلفی میتونه در ذهن ما شکل بگیره. هر تصویر، هر پیامی که میبینیم، اتفاقاتی که در کشور ما جریان داره، ریختن ساختمون، بمب، موشک و نگرانی هایی که وجود داره، ذهن ما حتی در خواب هم داره سناریوهای وحشتناک و ترسناکی رو میسازه. و من خیلی این روزها با چه جلسات در واقع حمایتی که به صورت گروهی برگزار میشه، چه به صورت جلسات فردی، حتی با عزیزان ایران جلساتی که داشتم قبل از اینکه به هر حال این وضعیت اینترنت قطع بشه، به واسطه تمام اتفاقاتی که در این سال رخ داده و جنگ دیگه رو ما حتی گذروندیم در تابستون، اون جنگ 12 روزه و بعد تمام اتفاقات در دی ماه و حالا اسفند و این جنگ، تمام اینها یادم میاد که خیلی از عزیزان این رو میگفتن و همچنان میگن که ما خیلی نگران هستیم و کسانی که حالا در ایران بودن حتی و در وضعیت قبل از جنگ همش دائمی بود که چه اتفاقی قرار بیفته، نمیدونم، آینده مبهمه و نمیدونیم چه چیزی در انتظارمونه. و تو جلسات گروهی که داشتم یادم میاد خیلی میگفتن که اصلا با دو تا چارتای ذهن من جور در نمیاد شرایطی که الان درش هستیم و نمیدونم که واقعا چی پیش میاد. هیچ آینده واضحی نمیتونم ببینم. در عین اینکه خب خیلی اوقات این بود که حسی از امید هست، حسی از تغییر، حسی از اینکه
آرامش دوباره به کشورمون و به تک تک ما برگرده، ثبات، ولی در کنارش نگرانی و ترس و تنش و اضطراب فراوانی رو تجربه میکنیم. و از اونجایی که ذهن ما دنبال این هستش که بتونه یه جوری با دونستن احساس امنیت و آرامش رو بیاره، خب میریم توی اخبار و تمام اونها رو دنبال میکنیم و متاسفانه به دلیل اینکه خب اون اخبار هم تماما پر از صحنه ها و پیام هایی هستش که تخریب و موشک و مرگ و آسیب هستش، ما رو خسته تر و نگران تر برمیگردونه و خب این روی تمام زندگی ما تاثیر میذاره. به عنوان کسانی که خارج از ایران هستیم، این دائما در حال جنگ، گریز و فریز هستیم. حالتی مثل آشفتگی، نگرانی، ترس و خیلی ها حتی عذاب وجدان از این که خب من اونجا نیستم و اینجا هستم و هیچ کاری از دستم بر نمیاد. بنابراین دائما این حس این که باید تو این وضعیت خودم رو نگه دارم و باید نگران باشم، هم به عنوان اینکه یه جوری همراهی بکنم با تمام عزیزانم، این هم هستش. و اینکه خب این وضعیت جنگ و گریز و فریز با اون تپش قلب بالا، با اون حالتهای حالا یا اینکه پر از تلاطم میشیم درونمون، یا اینکه کلا لخت میشیم و بدون هیچ حسی قرار میگیریم. تمام این احساسات مختلف و آشفتگی ها به شدت خب ذهن و بدن ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده، روی خوابمون، روی زندگی روزمرهمون بسیار تاثیر میذاره. این حس آشفتگی و احساس عدم امنیت، اینکه دنیا جای ناامنیه، ما خارج از کشورمونیم، در حال زندگی روزمره رو داریم، ولی همگام با اون داریم در کشورمون همون تروماها رو تجربه میکنیم و دائما در این حس هستیم که چه آینده‌ای واقعا قراره پیش بیاد. اصلا این روزها تموم میشن در کنار امید، پر از اضطراب و غم و در واقع ناامیدی و اضطراب زیاد هستیم. زمانی که ما در این حس هستیم هیچ وضوحی وجود نداره، انگار داریم توی مه حرکت میکنیم، مثل اینکه همه جا رو مه گرفته و در واقع اون بخش خلاقیت، اون بخش رویا سازمون، اون جایی که ما خلق میکنیم، رویا سازی میکنیم، اون قسمت خاموشه، چون جنگ در جریانه. یه جنگی که تصاویرش رو هم داریم میبینیم دیگه. وضعیتی هستش که ما رو هم به سمت جنگ میبره از نظر ذهنی و بدنی و کاملا مثل یه حالتی هستیم که چه در مه، و من خیلی این رو از خیلی از عزیزان میشنوم که میگن تو جلسات احساس میکنم همه چی مه گرفته، جاده مه گرفته است و هیچ ایده و هیچ فکری در رابطه با آینده نمیاد جز تصاویری که پر از ترس و نگرانیه. و کارکرد مغزم خب برای حفظ بقای ما به این شکل هستش که دائما سناریوهایی رو برای ما میسازه، مثل همون تصاویر و پیام هایی که میبینیم، اینکه چی کار بکنم اگه عزیزانم اتفاق براشون بیفته، خونمون خراب بشه، عزیزانم نباشن، کشورم نابود بشه. و برای اینکه کارکرد مغز حفاظت از ما و حفظ بقا هستش، خب مسلما میره به سمت افکاری که ما رو در این وضعیت قرار بده. دائما در تنش و انقباض‌های بدنی هستیم، انقباض‌هایی که دور شونه هامون، تو صورتمون، تو بدنمون حس میکنیم و بدنمون هم یک لحظه آروم و قرار نداره. و در این حالت مثل همونطور که گفتم، مثل وضعیتی که انگار توی مه داریم راه میریم و نمیتونیم، مه شدیدی که نمیتونیم بیشتر از یک قدم رو ببینیم و باید میلیمتر به میلیمتر حرکت بکنیم، یا
زمانی که توی یک دریای طوفانی قرار گرفتیم، ابرهای تاریک، سهمگین، هوایی که تاریک شده از شدت اون ابرها، رعد و برق میزنه، کشتی، اگر تو اون کشتی هستیم، اون کشتی دائما تو اون تلاطم آب به این ور و اون ور میره و میتونه حتی باعث بشه افرادی که تو اون کشتی هستن پرت بشن توی آب. در این حالت نمیتونیم تصویری از دریای آروم رو داشته باشیم و بسیار سخته. این چیزی که میتونم بگم این هستش که خیلی خوبه که با این احساساتمون نجنگیم. همه ما داریم یک جورایی کم و زیاد این احساسات رو تجربه میکنیم و هیچ در واقع پیشبینی یه چیز 100% وجود نداره که بگیم که دقیقاً قراره چه اتفاقی بیفته. و در این حالت همه ما از اون روتین ها، اون ارتباط حتی با عزیزانمون هم خارج شدیم. همه چیز ناامنه برامون، مبهمه برامون و ذهن ما از ابهام میترسه. در حالت ابهام پر از ترس و وحشت میشه وقتی مسیر براش مشخص نیست، وقتی همه چیز گویای این هست، تصاویر، اخبار، شنیده ها، اینکه جنگ و هر لحظه موشکی میخوره و میتونه این باعث از دست دادن عزیزانمون و کشورمون هم بشه، نابودیش، در کنار امید کمرنگی که میتونه وجود داشته باشه. بنابراین احساساتمون رو این زمان خیلی مهمه که به رسمیت بشناسیم که من هم مثل بقیه آدم‌های دیگه، مثل بقیه ایرانی‌های دیگه تمام این احساسات رو دارم. حالا ازتون میخوام که با توجه به این مطالبی که به طور مختصر گفتم و اگر هم علاقه دارین میتونید راجع به وضعیت جنگ، گریز، فریز در پیج من در اینستاگرام هم مطالعه کنید، ببینید ویدیوهایی که گذاشتم. کما اینکه خب این روزها اینقدر اطلاعات در همه جا گسترده هست که در این میدونم که خیلی از شما میتونید راجع به این حتما مطلع باشید. حالا ازتون میخوام که با توجه به همه این حرفایی که زدم کمی به این احساساتتون توجه کنید، به شدت بدین چه احساسی رو همین الان با توجه به این حرفایی که گفتم تجربه میکنین. احساس آشفتگی، بیقراری، اندوه، غم، احساس اینکه همه چیز مبهمه، آینده‌ای که نمیدونیم چی قراره بشه و هیچ کس هم ازش خبر نداره. جنگ هست، ناامنیه، هر لحظه صدای، تصور اینکه این صدای موشک و تمام اینها در بیخ گوش عزیزانمون داره در واقع در جریانه و میتونه باعث آسیب به عزیزانمون، به هموطنامون بشه، به کشورمون بشه و اینکه آخرش چی میشه. تمام اینها وجودمون رو میتونه به لرزه در بیاره. تمام اینکه همه چیز از 2 تا 4 تای ذهن من خارجه. در این حالتی که هیچ رویا و تصویر روشنی نمیتونی ببینی. میخوام به تک تک این احساسات آگاه باشی و میتونی یادداشتشون کنی که هر کدوم از این احساساتش چه شدتی داره. حتی اگر احساس خشم و عصبانیت رو هم تجربه میکنی، احساس بی‌حسی، حتی اینکه انقدر کرخ و بی‌حسی که هیچ نیرو و توانی نداری. تکرار تمام این اتفاقات اخیر پشت سر هم، تمام این سال خیلی خستت کرده. میخوام به تمام این احساسات آگاه باشی و بهشون از 1 تا 10 شدت بدی. بنویس برای خودت. حتی اگه خیلی بیشتر از 10 هم هست میتونی کاملا مجازی که بهت به خودت اجازه بدی که اون احساسات رو ببینی، هر شدتی که دارن. و میخوام به بدن توجه کنی. چجوری داری اینو تو بدن تجربه میکنی؟ همه این فشار،
تمام این احساس ابهام، نمیدونیم چه آینده‌ای پیش رومونه و کی قراره این وضعیت تموم بشه. هیچ ثباتی نیست، استقراری وجود نداره در این دریای طوفانی و مه‌آلود، جاده مه‌آلود که هر لحظه میتونی با یک اشتباه از مسیر خارج بشی. با یک اشتباه میتونه همه چیز نابود بشه. اصلا کی میدونه که تو این لحظات چی درسته چی غلطه. یک همهمه‌ایه، آشوب همه چیز در همه به هم ریخته است. به تمام این احساساتت آگاه شو و ببین که در بدنت داری چجوری تجربهش میکنی. این فشار، انقباض رو کجای بدنت حس میکنی؟ روی شونه هات، تو گلوت، تو صورتت، تو سرت، تو قفسه سینه، رو کمرت، شایدم تو دستا و پاهات، توی فکت، هر جایی که داری احساسش میکنی ببینش و بهش شدت بده از 1 تا 10 که 1 کمترینه و 10 بیشترین شدته و ببین که آیا این احساسی که تو بدنت داری، این فشاری که داری حس میکنی، انقباض، هر چیزی که تو اسمش رو میذاری شکل یا رنگی داره؟ و اگر شکل یا رنگی داره احیانا و اگر هم نداره اوکیه. حالا میخوام در وضعیت راحت بشینی، پاهات رو روی زمین حس کنی، شونه‌هات رو کمی رها کنی، پایین بیاری، 2 تا نفس عمیق و میخوام با هم از کناری دستمون شروع کنیم. با اینکه من این روزها پر از احساس آشفتگیم، همه چیز مبهمه برام، هیچ آینده واضحی رو نمیتونم ببینم. جنگ شوخی که نیست. با همه اینها خودم رو عمیقاً و کاملاً میپذیرم. با اینکه پر از احساسات متفاوتم، آشفتم، آشوبم، همه چیز در هم و به هم ریخته است. چطور میتونم تو این اوضاع امید داشته باشم؟ انقدر حجم این اتفاقات زیاد بوده و است که از توان من خارجه. با همه اینها خودم و تمام این احساساتم رو میبینم، اجازه میدم باشن، سعی میکنم ببینمشون و بپذیرمشون. با اینکه من آشفتم، ناامیدم، نمیدونم قراره چی بشه. جنگ شوخی که نیست. هیچ خبری از عزیزانم ندارم. همه چیز آشفته و به هم ریخته است. همه چیز از 2 تا 4 تای ذهن من خارجه. چطور میتونم در این به هم ریختگی و آشوب رویای آینده‌ای روشن و واضح رو داشته باشم؟ نمیشه. وقتی عزیزانم زیر بمبارونن، وقتی هر لحظه ساختمونی میریزه، چطور میتونم آروم بگیرم؟
با همه اینها خودم رو عمیقاً و کاملاً میپذیرم و اگه این پذیرفتن برای تو سخته، این جمله میتونی بگی سعی میکنم بپذیرم. سعی میکنم خودم و تمام این احساساتم رو ببینم. از نقطه کناره چشم، از نقطه کنار ابرو، نقطه ابرو، تمام این احساس آشفتگی، همه چیز مبهمه، هیچی سر جای خودش نیست، همه چیز به هم ریخته است. تمام این فشاری که اینجا این لحظه دارم تو بدنم حس میکنم هر روز با منه. چطور میتونم به یه آینده روشن فکر کنم؟ هیچ خبری از عزیزانم ندارم. همه چیز به هم ریخته است. همه چیز با دو تا چهارتای من، هیچی با دو تا چهارتای ذهن من نمیخونه. از تمام فرمولهای ذهنی من خارجه. خیلی سرعت همه چیز سریعتر از اون چیزیه که بتونه ذهن من پردازش کنه. همه چیز آشوبه. آروم و قرار ندارم. چطور میتونم وقتی عزیزانم زیر بمبارونن، وقتی هموطنام، کشورم ناامنه، جنگه، آروم باشم، رویا بسازم؟ مگه میشه؟ همه چیز ناامنه، دنیا ناامنه. تمام این احساساتی که اینجا این لحظه دارم، نکنه همه چی نابود شه، نکنه کشورم خراب و خراب و خرابتر شه. چطور میتونم تو این بمبارون رویای کشوری آزاد و آروم رو ببینم؟ همه چیز داره خراب میشه. نکنه کشورم تو همین جنگ بمونه. نکنه هیچ وقت عزیزانم رو نبینم. نکنه بد و بد و بدتر بشه. امسال که همش اینجوری بوده. هیچ چیز ثباتی نداره. هر لحظه خبر میاد. تمام این خبرها تو سرم پر از تصاویر جنگه. چطور میتونم به آینده روشن، به آرامش فکر کنم؟ وقتی دریا طوفانیه، چطور میتونم به یه دریای آروم و آبی فکر کنم؟ مگه تموم میشه؟ مگه میشه تموم شه؟ ولی دریا هم بعد از هر طوفانی بالاخره یه آروم میگیره. بالاخره دوباره آبی میشه. اون دریاه، این جنگه، مگه میشه تموم شه؟ نکنه کشورم مثل عراق و کشورهای دیگه بشه، همش تو جنگ، بی ثباتی. تمام این نکنه های ذهنم که حتی تو خوابم با منه. من باید همرنگ جماعت شم، همرنگ کشورم. تمام اون حسایی که اونا رو دارن منم باید داشته باشم. تمام این حس آماده باش تو ذهن و بدنم که با منه. باید هر لحظه آماده باشم، چون هر لحظه میتونه یه اتفاق جدید بیفته. باید هر لحظه تو این انقباض باشم. قسمتی از وجود من باید همیشه آماده باشه.
تمام این حس آماده باش و میخوام به بدن توجه کنیم. این انقباض، این حس آماده باش، این فشارها، تمام این جاده مه‌آلود همه جا رو مه گرفته. حالا میخوام همینجور که تپ میکنی روی تمام نقاط ادامه بدی. حالا اینجا به تمام این احساساتم آگاهم. تمام این انقباض‌ها و فشارها توی بدنم. و حالا اجازه میدم باشن، باهاشون نمی جنگم. چی میشه بفهمم که این احساسات و تمام این انقباض‌هایی که تو بدنم دارم تجربه میکنم طبیعیه. واکنش ذهن و بدنم به شرایطی که توشمه، شرایط اضطراری. آلارم تو مغزم روشنه. جنگه. تمام اون سناریوهایی که ذهن من میسازه، همه اون نکنه ها، نکنه عزیزامو از دست بدم، نکنه. میخوام به تمام این نکنه هایی که هر روز داری آگاه باشی. نکنه بد و بدتر بشه. ولی اون جنگ 12 روزم تموم شد. ولی نکنه ادامه دار بشه، مثل کشورهای دیگه بشه، مثل اوکراین و جاهای دیگه، طولانی، سخت. تمام این نکنه ها. حالا اینجا آگاهم، قسمتی از وجود من با ماندن در این ترس احساس امنیت میکنه. با ساختن سناریوها، با ماندن و بودن در این نکنه ها. نکنه. تمام این نکنه ها. چی میشه؟ اون قسمت از وجودم که پر از اضطرابه، پر از ترس و نگرانیه و دائما میگه نکنه. چی میشه؟ اون قسمت از وجودم بگم آیا واقعی‌اند؟ آیا این نکنه ها 100% اتفاق میافتن؟ یا فقط یه احتماله؟ شاید تو این شرایط راهی نداره ذهن من جز ساختن این سناریوها. شاید قسمتی از وجود من اینجوری داره از من حفاظت میکنه. تمام این سناریوی نکنه که دائما با منه. چی میشه؟ اجازه بدم باشه. این سناریوها باشن. نکنه. از خودم بپرسم آیا ادامه دادن به این سناریوها کمکی میکنن؟ آیا کمکی میکنن به اینکه شرایط عوض بشه؟
آیا این سناریوها کمک میکنن که از کشورم، از عزیزانم حمایت کنم؟ چی میشه در این مه، در این دریای طوفانی باشم بدون اینکه بدونم یه لحظه بعد یه قدم بعدی چیه؟ روز بعدی چیه؟ چجوریه؟ چی میشه تو این مه میلیمتر به میلیمتر راه برم؟ شاید لازم باشه گاهی حتی توقف کنم. چی میشه در این ماندن در مه، در این دریای طوفانی کمی بمونم؟ چی میشه باهاش نجنگم که زود تموم شه بره؟ چی میشه در این دریای طوفانی، در این ابهام کمی بمونم؟ چی میشه یادم بیاد که من تنها کسی نیستم که این رو دارم تجربه میکنم؟ چی میشه آروم آروم قدم بردارم، میلیمتر به میلیمتر؟ چی میشه سرعتم رو کم کنم، سرعتم رو آروم آروم کم کنم؟ چی میشه اجازه بدم در این مه آروم آروم قدم بردارم؟ شاید کم کم روشن شد. آیا زمانهایی که همه چیز مه‌آلود بود تا همیشه ادامه داشت؟ شاید این مه هم کم کم کنار بره. چی میشه در همین ندانستگی و ابهام توی همین مه قدمای کوچولو کوچولو بردارم و گاهی هم متوقف شم، توقف کنم. شاید زمانی هم لازمه ماشین رو خاموش کنم و کمی کنار جاده بمونم. چی میشه سرعتم رو کم کنم، کمی توقف کنم؟ چی میشه از این سناریوهای نکنه ذهنم کمی فاصله بگیرم؟ فاصله بین خودم، بین سناریوهای نکنه ذهنم و فقط کمی تو مه بمونم و یادم بیاد و بارها از خودم بپرسم آیا همه جنگ های گذشته تا الان ادامه داشتن؟ آیا همه مه ها، روزهای مه‌آلود همچنان مه‌آلودن؟ آیا همه طوفان ها همچنان باقی موندن؟ چی میشه تو همین مه باشم، بمونم، بذارم باشه، به جای تقلای بیرون اومدن ازش اجازه بدم تو همین مه و طوفان بمونم؟ کمی توقف،
کمی نفس عمیق. و اجازه بدین نفس هاتون هم آرومتر بشه. همینطور که حتی ضربات رو آروم و آروم و آرومتر میکنین. اجازه بدین شونه هاتون، صورتتون، کمر، دست ها، لگن، پاها رهاتر بشه. شاید حتی ضربان قلبتون رو بتونید حس کنید. چی میشه وقتی دنیا پر از هیاهوه؟ وقتی اخبارهای جنگ داغن، من در همین توقف باشم، سرعتم رو کم کنم، نفسهام رو، و از تقلا کردن هم دست بردارم. آروم آروم، کوچیک کوچیک، لازم نیست همه چی یه دفعه اتفاق بیفته. و اگه هنوز هم پر از تنش و التهابی، هیچ اشکالی نداره. میتونی بارها این تپینگ رو انجام بدی و حتی اگه 1 درجه هم احساست اومده پایین تر هم اوکیه. حتی اگه تغییری نکرده هم اوکیه. اجازه بده همینجوری که هست باشه. دست از این مقایسه کردن و سنجیدن این که چقدر کم شده و آیا کم نشده و اینکه تأثیری نداره هم بردار و فقط بذار باشه. چی میشه در همین ندانستن و ابهام، در این مهر کمی بمونی. در همین سکوت. ممنونم از اینکه با من بودین و امیدوارم که این تپینگ بتونه بهتون کمک کنه. میتونید تا هر زمان که خواستید، اگر حس خوبی رو دارین تجربه میکنین، باش بمونین. حتی اگه حستون تغییری نکرده یا حستون هنوز حسی نیست که احساس آرامش بکنین، کمی پایین تر اومده باشین از اون التهاب ها، اوکیه. چی میشه باهاش بمونین همین جوری که هست. این تپینگ رو میتونین هر روز و بارها انجامش بدین. امیدوارم که بتونه بهتون کمک کنه و حتی اگه در این بی‌ثباتی هستیم، اشکالی نداره که توش بمونیم. به جای تقلا کردن، دست و پا زدن توی دریایی که طوفانیه، گاهی لازمه بدون تقلا فقط توش باشیم. گرچه که سخته و آسون نیست. اگر که این تپینگ به تو کمک کرده، حتما برای کسان دیگه‌ای که میدونید میتونه بهشون کمک کنه و بهش نیاز دارن بفرستین و به اشتراک بذارید. شب و روزتون سر و سر آرامش و در نور و عشق باشید.